خوجمقولوف بشنوید. تعلیمگیری عینی از پدر. به سبب آنکه سید مراد خواجه به کار دهقانی و هنرمندی مشغول بود، او امکان نمی یافت که خودش بیواسطه صدرالدین پسرش را تعلیم دهد و خواند. خود عینی همین لحظه را به خاطر آورده در این خصوص چنین معلومات داده است: در وقتهایی که من به سن مکتبی رسیدم، دستی پدرم نمی رسید که مرا شخصاً خواند. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 1، صحیفه 10. بنابر همین سید مراد خواجه مقصدی را در پیش خود می گذارد که صدرالدین را برای خواندن به مکتب دخترکانه به پیش زنی خطیب مسجد دهه به نزد بیبی خلیفه گذارد. او با همین مقصد خطیب مسجد، متولی، مؤذن و 1-2 موسفید آبرومند دهه را به خانه خود به مهمانی دعوت کرده از آنها دایر به این مسئله مصلحت می پرسد. در عین زمان سید مراد خواجه و معلومات آنها می رساند که مکتبداری مکتبی دههشان بی سواد است. اگر او با سواد می بود، به طلبگانش نوشتنی حرفها و خود الفبا را یاد می داد. از همین سبب سید مراد خواجه در دوام تعلیم پسرش به جای مکتبدار الفبا و طرز نوشتنی الفبای پسرش را خودش به جا می آورد. او در همین جمع آمد با خطیب، متولی، مؤذن و موسفیدان دهه مصلحت کرده رأی و خواهش خود را به واسطه آنها به خطیب دهه بیان می کند تا که خطیب به او اجازت دهد که پسرش صدرالدین را از مکتب نزد مسجد دهه گرفته به مکتب دخترکانه بیبی خلیفه گذراند و تعلیم و تحصیل من بعدش را در آنجا دوام دهد. با همین وسیله از سال تحصیل 1882 سر کرده عینی تحصیل را در مکتب دخترکانه بیبی خلیفه زنی خطیب مسجد آغاز می نماید. در اساس این 1-2 حادثه و امر واقعی در مکتب دخترکانه عینی و عبدالله نام پسری می خواندند. به خلاصه نآمدن ممکن نیست که در عصرهای میانه از جمله در دوران حکمرانی امیران منقیت به طور استثنا در مکتب‌های ابتدایی دخترکانه یک جایه خواندن پسران سن طفلی تا 8 ساله و عجب نیست تا حصه اولی سن شباب 8-10 ساله ممکن بوده است. این دلیل را جزء از تاریخ پداگوژیکی تا انقلابی خلق تاجیک حساب نماییم خطا نخواهیم کرد. در عین زمان عینی از پدرش آموزشی هم علم و دانش، هم آداب و اخلاق، هم عقل و ذکاوت، هم خرد و معرفت و هم خصلت‌های پاک و نیک انسانی را دوام می‌دهد. مثلا او خواجگیداری، مهنت دوستی، احتیاطکاری، صرفه‌کاری، خودداری از خرج بیجا، از جمله حتی خودداری از خرج بیهوده در مهمانداری و بسیار دیگر خصلت‌های خوب و نیکی خواجگیداری و مالیوی، خلق و رفتاری بهترین مناسبت‌های انسانی را از همان سن طفولیت، از سن 6-7 سالگیش سر کرده از پدرش می آموزد.
سید مراد خواجه در اصول و راه و طرز تربیه فرزندان از همان سن طفولیت پسرانش به مسئله به فرزندان باوری داشتن نیز دقت کلان می دهد. او به خردسالیش نگاه نکرده در سن 6-7 سالگی به صدرالدین حتی در خرید و فروش و خرج و دخل درستی پول و مال از جمله هر تنگه پره باوری داشت. مثلا عینی در حکایه مکتب کهنه همان لحظه به مهمانی دعوت کردن خطیب، متولی، مؤذن و موسفیدان معتبر دیه را به خاطر آورده، چی گفتگوی بین پدر و مادرش را و چی طرز معاملات خرید و فروش سوداگران را خیلی سخت در خاطر نگاه داشته است. او در این باره این طور می نویسد: در خانه ما بیگاه های بازار و هم روزهایی که مهمان آید بیشترین شیربرنج می پختند. پدرم به مادرم می گفت برای پلو روغن بسیار می رود، هم گوشت صرف می شود، اما شیربرنج ارزان می افتد. با این تنها برنج می خریم. شیر و قدر روغنی زرد باشد از گاو خودمان می روید. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 5، صفحه 83. از جمله فقه معلوم می گردد که در سن طفلی و شبابی عینی در خواجگی سید مراد خواجه یک سرمادگاو هم موجود بوده است که آن 6 نفر اهل عائله او را با شیر و روغن به قدر حال تأمین می کرده است. در عین زمان صدرالدین طفل یکی از چرانندگان آن مادگاوی خانواده هم بوده است. عینی در همان سن و سال کی و چگونه بودنی بعضی نشانه های خصلت نیک و بد، با وجدانی و عوام فریبی و چگونگی کار و عمل خیر و شر را در مثال معامله و مناسبت، رفتار و کردار، خرید و فروش و طرز تجارت برنج فروش دیه اشان با خریداران و رفتار قلابانه او را از زبان پدرش خیلی روشن می فهمد. همه اینها برای چطور خرج کردن پول و مال و ثروت هوشیار و زیرک گردیدنی صدرالدین خردسال مدد می رسانند. به طور دیگر گوییم عینی از سالهای نخستینی به حیات قدم گذاشتنش از پدرش چگونه بودنی آدمگری و آدمشناسی، راست قولی، دروغ نگفتن، صمیمی گفتار بودن و مانند آنها را می آموزد. سید مراد خواجه در همان سال 1882 در ضمن به نزد برنج فروش فرستادن پسرش را تاکید می کند که دوچار و گرفتاری مکر و فریبی برنج فروش برین سوداگران قلاب، فریبگر و مکار نگردد، تا که او در زندگی هر روزه اش به مثل آنها نشود و هیچگاه و در هیچ جا دروغ نگوید. عینی این عقیده پدرش را به خودش با جمله های ذیل این طور بیان کرده است: هر وقت که مرا به خانه برنج فروش برای برنج می فرستاد، شیر برنج می پزیم نگوی، وگرنه برنج پست می دهد می گفت. یک بار من پرسیدم پلو می پزیم گویم چی؟ نه گفت پدرم، این دروغ می شود. به دروغ گویی عادت نکن، هیچ آش را نام نبر. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 5، صفحه 83. مکالمه بالا ثابت می سازد که سید مراد خواجه
تمام اهل عائله خود از جمله صدرالدین خردسال را در روح راستی و راستقولی و راستگویی و حقیقتگویی و از دروغگویی حذر کردن و امثال آنها تربیه می نموده است. پدر با همین قبیل تعیینات و تعلیمات خود، یعنی به واسطه تجربه های زندگی و کاری و مهنتی هر روزه، رفتار و کردار و مناسبت شخصیش با اهل جمعیت، طبقه ها، گروه ها، عائله ها و فردها، با کار و کردار و معامله و مناسبتش با آدمان خوب و بد، نیک رفتار و زیشت خو و مانند آنها، برای به شکل در آوردن خصلت‌های فردی، تحول جهانشناسی و جهانبینی تمام اهل خانواده‌اش از جمله صدرالدین کودک مددی کلان رسانده است. سید مراد خواجه در برابری در شخصیت فرزندان خود به وایه رسانیدن آدمان مهنت دوست، راست قول، خوش اخلاق، خوش رفتار، خوش معامله و غیرها، مسئله سوادناک و با معرفت گرداندن آنها را در مرکز دقت خود نیز می گذارد. از اینجاست که او تمام عمر ثروت و محصول مهنت خود را هم بهر تأمین زیست و زندگی و نفقه و معیشت عائله‌اش صرف می کرد و هم بعدی به خواندن تلقین نمودنشان آنها را حتما می خواندند تا که با سواد و با معرفت مدرس و دانشمند و عالم گردند. بنابراین هنگام سید مراد خواجه از بی سواد بودن معلمی پسرش، مکتبداری مکتب نسلی مسجد قشلاقشان واقف می گردد، خودش چی خوانش و قرائت و نوشتن و تعلیم صدرالدین را به عهده می گیرد و چی در فکری به مکتب دخترکانه بی خلیفه داخل کردن او می شود. سید مراد خواجه برای با سواد و با معرفت گردیدن پسرانش به همه مشکلی و سختی زندگی تاب می آورد. تمام ماه و فصلهای سال به کار دهقانی و هنرمندی مشغول می شود و با همین راه فرزندانش را خواننده، صاحب معلومات و عاقل و دانشمند گردانیدنی می شود. عینی همین کار و مهنت دوستی، مشکلی و سختی روزگاری پدرش و بی ایست در خصوص آینده زندگی و مخصوصاً تعلیم و تربیه پسرانش فکر کردن او را از زبان خودی پدرش در حکایه مکتب کهنه به طور واقعی بیان کرده است. گرچند خودی سید مراد خواجه با گفت خطیب مسجد دهه ساکتری نسبت به مکتبداری مکتب نزد مسجد دهه خوش سوادتر و یاد دادن را خوبتر می دانست، ولی کار و مهنتی وزنینی هر شب و روزه به او امکان نمی دادند که خودش شخصاً فرزندانش از جمله صدرالدین را خواند. او به همان مهمانان خود در این خصوص این طور اظهار عقیده کرده بود: من یک پرچه زمین دارم. برای نفقه اهل و عیال مجبورم که در آنجا کشت و کار کنم. درآمد آن به روزگارم نمی رسد. در وقت خالگی دستم مجبورم که چرخ آسیا تراشی کنم. به بالای اینها زمستانها برای پوشاک بچگان دکان بافی هم می کنم. اگر من پسرم را خودم خوانانم، روزگارم را کی می گذراند؟ صدرالدین عینی، کلیات، جلد 5، صفحه 84. تحصیل عینی در مکتب دخترکانه.
چنان که در بالا اشاره شد، عینی پس از 1 سال تحصیل در نزد مکتبدار مکتب نزد مسجد دیهه ساکتری در سال تحصیل 1882 در نتیجه مدد و یاری و غمخواری و کوشش‌های دائمی پدرش خوانش و تعلیم را در مکتب دخترکانه زنی خطیب مسجد بیبی خلیفه دوام می‌دهد و در آن مکتب 3 سال تا سال 1885 تحصیل می‌کند. همان طوری که خود صدرالدین عینی تصدیق می‌کند، بیبی خلیفه زن خطیب مسجد دیهه ساکتری از دیهه سری مزار تومن غژدوان بوده، شوهرش زاده ولایت درواز بخارای شرقی بوده است. عجب نیست صدرالدین مشاهده‌کار و زیرک در همین سن و سال بچگی در مدت 3 سال تحصیلش در نزد بیبی خلیفه در سیمای خطیب دروازی نخستین بار با بعض خصلت، خلق و اطوار، عرف و عادت، زبان و طرز بیان و سخن و گفتگوی، ترانه و سرود و اشعله مردم درواز و عموماً بخارای شرقی به طور عادی و ساده باشد هم شناس می گردد که بعدها قسمی از آنها را در پاویست و رمنهای او مخصوصاً در آدینه و داخونده دریاب کردن ممکن است. عینی در همین مکتب دخترکانه دیهه ساکتری 7 را تمام کرده قرآن را خوانده به اتمام می رساند و 1 چند سوره کوتاهش را نیز از یاد می نماید. 4 کتاب و خواجه حافظ را مطالعه می نماید. با بعض شعرهای بیدل و صایب شناس می شود و با همین در سال 1885 آن مکتب را ختم می کند. خود او بعدها بعضی از لحظه های تعلیم و تحصیلش را در مکتب دخترکانه بیبی خلیفه در مختصری ترجمه حالی خودم به طور ذیل بیان کرده است. من در پیش بیبی خلیفه مکتب زنانه، حافظ، چند جزء از بیدل و چند جزء از غزلیات صایب. در مکتب‌های آن زمان صایب خانی رسم نباشد هم پدرم که صایب را دوست می داشت و چند غزلی او را از کجا نوشته گرفته بوده است با من به بیبی خلیفه فرستاد که همان غزلها را هم به من خواند. خوانده در 10 سالگی مکتب را تمام کرده برآمدم. عینی بارها تأکید نموده است که در مکتب دخترکانه بیبی خلیفه تنها دختران می خواندند، ولی در برابر خود او بعدتر باز عبدالله نام بچه غژدوانی با آنها یک جایه تعلیم می گرفته است. محض همین مکتب دخترکانه در مدتی 3 سال تحصیل به عینی مدد رسانید که 1 قطار کسب و هنر و پیشه و کارهای خواجگیداری زنانه و دخترانه از جمله رفت و روب و فراشی، آشپزی، لباسشویی، دربهکنی، شعر و ترانه و اشعله و رقص دوستی و امثال آنها را آموزد. از برسازی این کار و هنرها در مکتب دخترکانه بعدتر چی در مدرسه چی در حولی نهایت کلان و سیرآدمی قاضی شریف جان مخدوم و چی در جایهای خدمتگاری و در زندگی هر روزه او مددگاری اساسی شدند. عینی در بسیار لحظه ها 3 سال تحصیل خود را سالهای 1882 1885 در این مکتب دخترکانه با ذوق و ارادت و شادمانی و مهر زیادی بی اندازه به خاطر می آورد. او از آن دخترکانی که در مکتب بیبی خلیفه با او یک جایه می خواندند بیشتر نام دختری خودی خطیب و خطیب بیبی قطبیه را که
از روزهای اول با صدرالدین 18 ساله یک جایه می خواند و حبیبه نام دختری را از دهه رباط قزاق که از سال دوم با عینی یک جایه خوانده با او در یک قطار کارهای خواجگی داری، از برنمایی شعرها، از جمله غزلیات خواجه حافظ و دیگر کارها مدد کلان می رسانی به زبان می گیرد. آموزش منبرده عینی بعد رفتن از مکتب دخترکانه. عینی گرچندی 3 سال در مکتب خطیب بیبی خلیفه تعلیم گرفته بود، ولی حالا هم پره ثبات نبرآورده بود. سبب این پیش از همه در خرابی برنامه‌های تعلیمی مکتب‌های دوره امیران منقیط و بعد به دانش اندوزی زنان و دختران تماماً بی‌اعتنایی ظاهر نمودنی چی حاکمانی وقت و چی به معرفتناکی زنان و دختران اهمیت ندادنی بیبی خاتون‌های مکتب‌های دخترانه بود. بنابر همین عینی در مکتب دخترکانه دهه‌اش نیز سواد مکمل و پره و کامل را صاحب نگردید. همین طور عینی در مدت 4 سال تحصیلش از سال 1881 تا سال 1885 تنها از عهده خواندن آن متن‌های برآمده می توانست که آنها را بی واسطه در نزد بیبی خلیفه قرائت کرده بود و اگر به او متن‌های ناشناس دچار می آمدند، او از تعهد و امکان و عهده خواندن آنها برآمده نمی توانست. خود او بعدها آن سالهای تحصیلش را در نزد بیبی خلیفه به خاطر آورده در حکایه مکتب کهنه نوشته بود. حالا هم بغیر از چیزهایی که در پیش بیبی خلیفه خوانده بودم، دیگر چیزی را از روی خط خوانده نمی توانستم. مثلا یک غزل حافظ را که در مکتب خوانده بودم، در هر کجا و با دستخط هر کسی که باشد خوانده می توانستم. اما غزل دیگری را که وی را در مکتب نخوانده بودم، از کتاب خودم هم خوانده نمی توانستم. یعنی سواد نداشتم. خط نویسی را باشد هیچ نمی توانستم. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 5، صفحه 88. عینی عیناً همین فکر را در مختصری ترجمه حالی خودم نیز با چنین جمله افاده کرده است: لیکن هنوز سواد نداشتم. چیزهایی در مکتب خواندگیم را خوانده توانم، هم چیزهای دیگر و از آن پیش نخوانده ام را خوانده نمی توانستم. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 1، صفحه 10. عینی بعدها سخنان فوق را در بابی بعد از مکتب خوانی قسم 1 یادداشت‌هایش تکرار کرده خیلی روشن تأکید می نماید: من مکتب را تمام کردم، لیکن هنوز سواد نداشتم. چیزهایی را که در مکتب خوانده بودم و از همان کتابی که از وی خوانده بودم خوانده می توانستم، اما کتابی نخوانده ام را و چیزهایی خوانده ام را از کتابی دیگر خوانده نمی توانستم.
صدرالدین عینی کلیات جلد 6 صفحه های 105-106. در انشا و نوشتن باشد، وضع عینی از این هم بدتر بود. از اینجاست که او در این باره با تأسف زیاد نوشته بود که گرچندی 4 سال در مکتب خوانده بود، خط نوشته نمی توانست و خط نویسی را هم یاد نگرفته بود. صدرالدین عینی کلیات جلد 5 صفحه 88. همین وضعیت ناهنجار، یعنی خط خوانده و خط نوشتن نتوانستن صدرالدین نورس، پدرش سید مراد خواجه را وادار می سازد که تعلیم و تحصیل پسرش را ادامه دهد. او با همین مقصد صدرالدین 10 ساله را به نزد خطیب مسجد دهه ساکتری به درس خوانی می دهد. خطیب با او بدان را می خواند و خودی پدرش هم در وقتهای خارگیش به پسرش اولی الفبا را یاد می دهد، ابجد را می آموزاند و شعر هم یاد می دهد. عینی بعدها در این باره چنین نوشته بود: با وجود این پدرم مرا از مکتب بی خلیفه گرفته به پیش خطیب به درس ماند. خودش هم به من اولی علم یاد می داد. من آن وقت 10 ساله بودم. صدرالدین عینی کلیات جلد 5 صفحه 88 جلد 6 صفحه 106. عینی در جای دیگر همین واقعه را به طور ذیل بیان کرده است: پدرم مرا در پیش امام دهه به درس خوانی ماند. من در پیش خطیب دهه اولی علم نام یک کتابچه تاجیکی که در وی چیزهای دینی به طرز سوال و جواب بیان یافته است سر کردم و بعد از تمام کردن آن که تخمیناً در 1 ماه به انجام رسیده بود، بدان نام کتابچه را سر کردم. صدرالدین عینی کلیات جلد 6 صفحه 106.